سلام بچه، چه خبر؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال من، یعنی علی لولو، که توی این ویدیو قراره با هم بریم یکی از ترسناکترین پرونده های جنایی کل تاریخ. خیلی عجیبه، عجیبترین شناخته شده. میخوایم بریم با هم ببینیم چه اتفاقی افتاد، این کیه، اصلا کیه. امروز میخوایم بریم پرونده دین رو ببینیم. تصور کن یه بچه توی این مزرعه خلوت، پدری که همیشه مسته و مادری که خیلی سختگیر و مذهبیه. اون مادر مدام توی گوش بچهش میگه دنیا پر از گناهه، مخصوصا زنها. حالا فکر کن این بچه همین سالهای این جمله رو بشنوه و باش زندگی کنه و هیچ دوستی نداره، هیچ رابطه دوستانه، هیچ رفیقی، میگم که هیچ موضوع خوبی نیست، مثلا انگار افسردگیه. حالا تو فکر کن این یه نفر عزیز توی زندگی بمیره. ادی وقتی مادرش مرد انگار دنیا رو سرش خراب شد. اون تنها موند و اینجاست که اون تاریکی ترسناک ما شروع شد. فکر کنیم که بریم شب توی قبرستون، قبر رو بکنیم، قبر رو باز کنیم، قبرهای زنها رو و جنازه ها رو بکشید بیرون، پوست و استخوناشون رو جمع میکرد و ازشون قاشق، چنگال، کاسه، دستکش، کمربند، صندلی و غیره. انگار میخواست یه مادر جدید برای خودش درست کنه، ولی نه مادر واقعی، یه چیزی ساخته شده از تیکه های آدم ها. حالا من از شما میپرسم، اگه یه وقت شما توی اون خونه بودید و میدیدید که ماسکا آویزونن، چی کار میکرد؟ دکتر یا فرار؟